زن پرسید بفرمایید. با صدای زن به خودم اومدم. با حال گفتم ببخشید، فکر کنم اشتباه اومدم. سریع از اتاق خارج شدم. با استرس دستم عرق کرده بود. چند تا نفس عمیق کشیدم. با صدای باز شدن در سر برگردوندم و اتاق اشکین رو دیدم. زن خارج شد. سریع روم رو برگردوندم و چند قدم دور شدم. زن که از اتاق دور شد، از پیچ راه رو گذشتم و رفتم تو اتاق اشکی. به محضی که وارد شدم صدام کرد. با اخ دستم رو به کمرم زدم و روم رو به طرفش برگردوندم. مرد قوی چارشونه من، حالا با تنی نحیف و لاغر، روی تخت بیمارستان خوابیده بود و با اون چشمای مظلوم و آرومش به من نگاه میکرد. دیگه طاقت نیاوردم. بغضم با صدای بلند ترکید و اشکام همینطور پشت سر هم میریخت. اشکین بی جون دستش را از هم باز کرد و منتظر نگاهم کرد. انگار منتظر همین کارش بودم. با سرعت خودم رو به تختش رسوندم و توی آغوشش رها شدم. با صدای بلند گریه می کردم. اشک یکی از دستاش رو روی سرم گذاشته بود و دست دیگه‌ش رو به دور کمرم حلقه کرده بود. بعد از اینکه چند دقیقه توی آغوشش موندم سرم رو بلند کردم. تک تک اجزای صورتش رو دیدم. بعد صورتش رو بوسه بارون کردم. صدای خنده بیجون اشکین توی اتاق پیچید. اونم دستش رو دو طرف صورتم گذاشت و اشکامو پاک کرد. گفتم دلم برات اندازه یه دنیا تنگ شده. از دوری داشتم دق می‌کردم. اشکین چرا مواظب خودت نبودی هان؟ چرا؟ با اینکه میدونستم بیمارستان بستری هستی و گوشی پیشت نیست، ولی بازم روز 1000 بار بهت زنگ زدم و پیام دادم. سرمو بوسید و گفت الهی من بمیرم برات عشقم. هرچی بهشون گفتم گوشیم رو واسم بیارید، کسی به حرفم گوش نکرد. راستی از کجا فهمیدی من بیمارستانم؟ گفتم از دوست سرین که پیش خدمت خونه شماست. تیکه آخر حرفم رو با تنده گفتم. اشکین خنده‌ای کرد و گفت یعنی آخرش فهمیدی؟ گفتم بله فهمیدم. اشکین گفت نخواستم بهت بگم چون برام مهم نبوده عزیزم. اشکین رو میشناختم. مرد عاقل و بالغی بود و خوب میدونست چی صحیحه و چی غلط. پس میدونستم حرفش حقیقت داره و دیده لازم نیست که برام چیزی رو توضیح بده. با صدای در سریع از آغوش اشکین بیرون اومدم و پشت به در ایستادم. برای فرار دیر بود. چون اگه اشتباه نکنم همون زن میون سال وارد اتاق شد. دندونام رو روی هم گذاشتم و تمام اونها رو برای اشکین به نمایش گذاشتم و قیافم رو از عجز و ناچاری در هم کشیدم. به چشمان ملتمسم نگاه کرد. اون بیچاره هم نمیدونست چی کار کنه. زن از پشت سرم گفت ببخشید شما؟ ناچار سمتش برگشتم و سرم رو پایین انداختم که چهرم رو نبینه. از در فاصله گرفته بود. آروم آروم به طرف در رفتم. وقتی بهش رسیدم به پهلو قدم برمی داشتم. روم به سمت پایین بود. گفتم ببخشید فکر کنم دوباره اشتباه اومدم. خواستم آدرس بپرسم. بعدم سری به سمت در رفتم. بدون معطلی از پیچ راه رو گذشتم و چند تا نفس عمیق کشیدم. به سمت اتاق مادرم که رفتم دستم رو از خنده جلوی دهنم گذاشتم. از دیشب که از پیش اشکین اومدم بعد از چند ساعت مادرم به هوش اومده بود. پیشش مونده بودم و به خواست خودش پدر و عمم نموندن. مادرم از وقتی به هوش اومده بود حرفی نزده بود. فقط گفته بود نمیخواد پدرمو ببینه. عذاب وجدان سر تا پام رو گرفته بود. به خاطر اینکه جام زیاد راحت نبود زود از خواب بیدار شدم. ساعت نزدیک 11 بود. مادرم به خاطر آرام بخشی که بهش زده بودن هنوز خواب بود. با صدای در سر بلند کردم. پدرم وارد شد. دید من بیدارم روش ازم گرفت. من با خیال راحت که اومده بود کیف پولم رو برداشتم و از اتاق رفتم بیرون. به حیاط بیمارستان رفتم. بوفه رو پیدا کردم. با اینکه اواخر مرداد بود ولی نسیم خنکی می اومد و حس تازگی به آدم میداد. یه چای کیک گرفتم و رفتم سمت نیمکت. وقتی داشتم کیک رو میخوردم بابا جون پیام داد. از حال مادر پرسید و بهش گفتم که مادر به هوش اومده. به سمت اتاق اشکین راه افتادم. اطراف راه رو شلوغ بود و معلوم بود اشکین سرش شلوغه. دوباره برگشتم توی اتاق مادرم. مادرم بیدار شده بود و با صدای در سرش رو به طرف من برگردوند. یه مرد که کت تک مشکی همراه با شلوار تیره پوشیده بود پشت به من ایستاده بود. با تعجب نگاهش کردم.
پدرم هم به روش ایستاده بود. جلو رفتم و سلام کردم. با صدای سلام من سرش رو به طرفم برگردون. با دیدنم چشماش برق زد. شناختمش. همون مرد میان سالی بود که چند بار توی باغ میوه دیده بودم. از حضورش اینجا تعجب کردم. آخه تیپ و رفتارش به مردم روستا نمیخورد. مرد انگار تعجبم رو از حضورش حس کرده بود. گفت پدرتون رو داخل راهروی بیمارستان دیدم، نگران شدم. گفتم خدای نکرده اتفاقی افتاده. بعد فهمیدم متاسفانه برای مادرتون مشکل پیش اومده. بعد رو به مادرم کرد و گفت امیدوارم هرچه سریعتر سلامتیتون رو به دست بیارید خانم. مادرم تشکر کرد و منم زیر لب تشکر کردم. زمان زیادی از رفتنش نگذشته بود که در اتاق باز شد. 2 تا دکتر و پرستار اومدن داخل. قبل از این که درخواست کنن از اتاق بریم بیرون، خودم از اتاق رفتم بیرون. پدرم با فاصله یه صندلی اومد بیرون و کنارم نشست. به روبرو خیره شد. گفت امشب میریم خونه. دکترش گفت اگه خدا بخواد فردا مرخصه. امشب من و تو میریم خونه تا من تکلیفم رو با تو روشن کنم. من هم مثل خودش به روبرو خیره شدم. گفتم تکلیفمون روشنه. وقتی مامان حالش کمی بهتر شد، من برمیگردم پیش مامان جون اینا و شما میمونی یا مامان. پوزخنده صداداری زد. صداش رو بی خوبی شنیدم. گفت نه دیگه، اشتباه تو همینجاست. منم مثل خودش پوزخنده صداداری زدم. جوابشو دادم و گفتم نکنه باز فکر شوهر داره من به سرت زده ها؟ به قول خودتون بی‌آبرویی دیشب براتون کافی نبود؟ یا اینکه لازمه واقعا اون یکی روم رو هم نشون بدم که بابا جون هم جلودارش نیست؟ دیگه هیچ حرفی بینمون رد و بدل نشد. وقتی مادرم حالش بهتر شد به خونه آوردیمش. پدرم همون شب اول گوشی و ازم گرفت. گفت دیگه بهش احتیاجی نداری. دقیقاً 5 روز توی خونه زندانی بودم. بدون دسترسی به بیرون. بدون دسترسی داشتم به بابا جون یا اشکی. مادرم فردای روزی که به خونه اومده بود شبها می اومد پیش من میخوابید و روزها از وقتی بیدار میشد یه گوشه می نشست و فکر میکرد. کم حرف شده بود و ساکت. گهگاه با من یا سرین حرف میزد ولی با پدرم اصلا. حتی نگاهش هم نمیکرد. پدرم از ترس اینکه یه روز وقتی به سر کار میره از اینجا بریم در خونه رو قفل میکرد. هر 2 نفرمون توی خونه زندانی بودیم. به سختی اوضاع رو برای اشکین شرح داده بودم. یه پاکتنامه گرفتم و همه اتفاقات رخ داده رو براش نوشتم و گذاشتم توی پاکت. بعد هم به آدرس اشکین و خونه بابا جون نوشتم. نامه رو دست سرین دادم و تو اونه ببر و بندازه خونه‌ش. هر روز امید داشتم اشکین در خونه رو بزنه، بیاد دست منو بگیره و از این خونه نجاتم بده. مادرم توی آشپزخونه بود تا برای گذروندن وقت شام درست کنه. تمام 5 روز توی اتاقم بودم و فکر می‌کردم. غروب بود. صدایی از حال افکارامو به هم ریخت. پدرم از سر کار اومده بود. چند دقیقه نگذشت که با صدایی در اتاق باز شد. سرم رو بلند کردم. مادرم مثل همیشه برای فرار از پدرم به اتاق پناه آورده بود. نزدیک به 1 ساعت بود که من و مادرم بی حرف روبروی هم نشسته بودیم. هر کدوممون توی فکر بودیم. مادرم به ناچار برای سر زدن به شام از اتاق رفت بیرون. بعد چند دقیقه منو صدا کرد تا برم کمکش. حدود نیم ساعت بعد دور سفره جمع شده بودیم. بی شام حرف خوردیم. پدرم زبون باز کرد. با حرفی که زد شوک عجیبی به ما وارد کرد. گفت فردا از خونه خان برای سروین میان خواستگاری. بعد از اتمام حرفش از خوشحالی توی پوست خودم نمی گنجیدم. انگار بال در آورده بودم و توی آسمونا سیر می کردم. خوشحالی یا حال عجیبی که اون موقع داشتم غیر قابل وصف بود. مادرم با نیمچه لبخندی نگاهم کرد. اونم کم و بیش از ماجرای بین من و اشکین خبردار شده بود. ولی نه در حد سرین. پدرم حرفش رو قطع کرد و گفت حواستون باشه. نمیخوام آبروریزی که واسه خواستگاری قبل انجام دادی دوباره تکرار بشه. از اتاقتم خارج نمیشی تا وقت خودمون خواستیم. تو اتاقت میمونی. اگه لازم شد زنا میان پیش توی اتاق. از خوشحالی وصال با یار همه چیز رو با دل و جون قبول کردم. پدر گفت نمیخوام چیزی کم و کس باشه. میوه و همه چیز رو میگیرم. دیگه سفارش نکنم سروین. نمیخوام دیگه آبروریزی کنی.
با اون آب روزی که تو کردی خبرش توی همه روستا پیچیده. کسی جرئت نمیکنه پاشو بذاره توی این خونه. لبخند عمیقی روی لبام اومد. حرفاشو تایید کردم و از خوشحالی توی پوست خودم نمی‌گنجیدم. با خوابهای شیرین و رویایی به سرزمین خواب رفتم. با صدای جارو برقی از خواب بیدار شدم. اعصابم به خاطر سر و صدای جارو برقی خراب شد. ولی با یاد اینکه امروز چه روزیه با خوشحالی از جام بلند شدم. از اتاق رفتم بیرون. ساعت 12 بود. با مادرم همه جا رو مرتب کردیم. سریم با شوهرش و بابا با یه عالمه میوه و شیرینی اومدن. ساعت 7 عصر بود. رفتم توی اتاقم و بهترین لباسی که آورده بودم رو پوشیدم. یه شلوار جین یخی و یه شومیز ساده سرمه‌ای. با یه شال حریر مجلسی سرمه‌ای. شالم یکم چروک شده بود. ولی بلد نبودم اتو بکشم. رفتم و ملتمسا نسترین خواستم که اتوش بکشه. با خنده شال ازم گرفت و اتو کشید. بعد از شامی که از استرس هیچ کی نفهمید چی خوردیم رفتیم بیرون. یه آرایش ملیح و کامل روی صورتم انجام دادم. اینطور که از حرفای پدرم شنیده بودم انگار زیاد عجله داشتم. با صدای در از استرس به خودم میپیچیدم. دست سرین رو فشار میدادم. با صدای مادرم که سرین رو صدا میزد و از اتاق خارج شد در رو بست. نشستم. صدای احوال پرسی میومد. استرسم بیشتر شد. به گفته مادرم این استرسا طبیعی بود. انگار برای هر دختر شب خواستگاری از این استرسا پیش میومد. با صدای محکم و پرقدرت زنی جمع ساکت شد. جناب آقای آزادان، طبق قرار قبلی ما اینجا جمع شدیم تا دختر شما رو برای پسرم خواستگاری کنیم. بعد هم ادامه داد. هر چند دیر. ولی کن ما طبق موافقت اولیه شما جلو اومدیم. انشاءالله که همه شرایط طرفین مورد قبول باشه. نشون رو هم به عروس خانم بدید. توی همین 2-3 روز آینده مراسمشون رو میگیریم. همه خبردار میشن از این مراسم. چقدر رسمی. از این همه رسمی بودن خوشم نیومد. پدرم گفت ما شرط خاصی جفت خوشبختی دخترمون نداریم. همه با حرفش موافقت کردم. 1 ساعت درباره مهریه و رسم و رسومات و زمان برگزاری مراسم حرف زدم. صدای گفت خب حالا عروس خانم کجا؟ با صدای تعارف مادرم که اونو به اتاق می آورد بلند شدم. با اینکه استرس شدیدی داشتم ولی لبخند می زدم. مادرم جلو اومد و کنار در ایستاد. بفرمایید داخل. بفرمایید تانزر خاتون. زنی پا به سن گذاشته وارد اتاق شد. منم به احترام از جام بلند شدم. سر به زیر سلام کردم. پشت سر زن 5 تا خانم با لبخند وارد شدن. تقریباً 3 نفرشون میان سال بود و 2 نفرشون میخورد بین 30 تا 33 سال باشن. معلوم بود تانزر خاتون همونی بود که رسمی و با قدرت حرف میزد. به طرفم اومد و سرمو بوسید. مبارکت باشه دختر جان. سرمو بلند کردم و به صورتش نگاه کردم. گرد و سفید و توپل بود با یه بینی استخونی و لبای متوسط. با چشمایی که تقریباً سبز بود. ولی نگاهش گرم نبود. با موهای رنگ شده بلند. کمی چاق و لباس محلی مخمل. گفتم بفرمایین بنشینید. مادرم با ظرفی پر از میوه ایستاده بود. سرین هم ظرف شیرینی آورده بود. مادرم تعارف کرد و همه نشستن. نمیدونم کدوم یک از اون 5 زن مادر اشکیم بود. یکی از زنها که کنار تانزر خاتون نشسته بود شباهت زیادی با اشکین داشت. موهاش زیتونی بود، چشمای قهوه‌ای و ابروهای هاشور زده. دماغ گوشتی و متناسب با صورت توپلش. در کل زیبا بود. تانزر خاتون نگاهی به همون زن انداخت و گفت جعبه رو بده سارای. زن که اگه اشتباه نکنم مادر اشکین بود سارای نام داشت. از توی کیفش جعبه مخمل سرمه‌ای رنگی بیرون آورد. به دست تانزر خاتون داد. اونم داد به مادرم و گفت اجازه هست؟ مادرم با لبخند گفت خواهش میکنم اجازه ما هم دست شماست. تانزر خاتون جعبه رو باز کرد و از توی جعبه ی انگشتر واقعا چشمگیر در آورد. انگشتر تک نگین بزرگ یاقوت کبود بود. یاقوت کبودش به خاطر برش‌هاش مثل الماس شده بود. میله های ظریفی دور اطرافش بود.
دست چپم رو آروم و با ملایمت بلند کردم. انگشتر رو توی انگشتم انداختم. زن با خوشحالی دست و کیک کشید. لبخند عمیقی روی لبام نشست. با خجالت سرم رو پایین انداختم. یه چادر هم آورده بودن تا سر سفره عقد سرم کنم. زن گفت خوش ندارم زیاد طول بکشه. نمیخوام دختر نشونمون باشه. طبق برنامه ریخته شده پس فردا جشن رو میگیریم. نگران چیزی هم نباش دختر جان. از قبل همه چیز آماده و تدارک دیده است. فردا میگم خونچه های عقدت رو بیارن. با تعجب نگاهش کردم. دلیل این همه عجله رو نمیدونستم. حتی بابا جون و مامان جون هم نیومده بودن. نمیدونم زمانی که به پدرم گفتم به اونا خبر بده این کار کرده بود یا نه. انگار تعجبم رو خوند. گفت من و ساناز و به دختر جوونی اشاره کرد که سنش میخورد بین 30 تا 33 سال باشه. کنار اون یه زن جوان نشسته بود. چشماش به رنگ جنگل بود. موها و ابروهاش بور بود. دماغ عملی داشت که به صورتش میومد و لبهاش برجسته بود. گونه‌های سرخش به رنگ انار بود و خیلی زیبا. اصلا به قیافش نمیخورد که سنش زیاد باشه. تانزر خاتون ادامه داد باید برگردیم شهر. هم من کار دارم هم ساناز. سکوت کردم. چون دیگه چیزی واسه گفتن نداشتم. تازه از خدا من بود که هر چه زودتر به عقد اشکین در بیام. پس دلیلی واسه مخالفت نمیدیدم. همه چیز خوب بود. از شوق نمیدونستم چی کار کنم. ولی بابا جون و مامان جون نبودن. مادرم بلند شد و ظرف شیرینی رو برداشت و به همه تعارف کرد. وقتی به من رسید لبخند عمیقی زد. منم جوابشو با لبخند دادم. دختر جان، از الان دیگه باید خیلی حواست به خودت و رفتارات باشه. انشالله پس فردا رسما وارد خانواده ما میشی. میشی عروس خان. از اونجایی که شنیدم شهر زندگی میکردی تا حدودی خیالم راحته. ولی خب دلیل این نمیشه که آداب و رسوم زندگی اشرافی و خانی رو بلد باشی. هرچه باشه پدر و مادرت رعیت هستن. از سطح پایین. چشمام از تعجب باز موند. داشت منو تحقیر میکرد. دست پرورده ماهواره بانو رو؟ به چه جرأتی این حرف رو میزد؟ به چه جرأتی مادرم رو دختر سطح پایین میدید؟ مثل همیشه اعصابم به هم ریخت. باید همین حالا حسابشو کف دستش میذاشتم. با خشم سرم را بلند کردم و به چشماش چشم دوختم. با صدای پرقدرتی گفتم ببخشید. ولی دیگه همچین توهینی به دختر نوه حاج پاشا توراج نکنید. اگه داخل شهر زندگی کردید حتما برای یه بارم که شده اسم حاج توراج رو شنیدید. مادرم دختر به اصطلاح طرد شده اونه. منم دست پرورده ماهواره بانو. این رو هم احتمالاً شنیدید که حاج توراج نوش رو پیش خودش آورده و اونطور که دوست داشته تربیت شده. بعد با افتخار بهش نگاه کردم و گفتم من اون نوه با دست پرورده و لایق حاج توراجم. زن گفت واقعا؟ گفتم بله. گفت پس اینجا چی کار میکنی؟ گفتم بعد از 10 سال اومدم سری. حرفم کامل نشده بود که تانزر خاتون با خشمی توی صداش گفت بلند شین برین دخترا. داره دیر میشه. بعد هم به تبعیت تانزر خاتون بلند شدم. خواستم از اتاق خارج بشم بلکه اشکین رو ببینم. ولی سرین جلومو گرفت و نذاشت. گفت چی کار میکنی؟ گفتم سرین برو اونور میخوام برم بیرون. چشماش رو ریز کرد دستشو به کمری زد و گفت بری بیرون که چی بشه؟ الان میگن عروس چقدر هوله. گفتم وای سرین یه برو اونور. میخوام اشکین رو ببینم الان میرم. گفت نخیر بشو سر جات. از دستش هرس خوردم. وقتی همه رفتن از اتاق رفتم بیرون. جلوی بابا ایستادم و گفتم گوشیمو بده. میخواستم به مامان جون و بابا جون زنگ بزنم. بابام به هم گفت این کارو نمیکنه. گفت خودم میدونم دارم چی کار میکنم. میترسیدم عقد شروع بشه و بابا جون و مامان جون نباشن. کلی هرس خوردم. ولی بابا گوشیمو به هم نداد. نمیدونستم باید چی کار کنم. 2 روز رو با استرس گذروندم. تلفن نداشتم و نمیتونستم با کسی ارتباط برقرار کنم. اون روز قرار بود خونچه بیارم. یه لباس گیپور زرشکی کوتاه پوشیدم. به اصرار مادرم یه شال مشکی هم پوشیدم.
صدای در اومد. صدای نواختن ساز محلی بلند شد. معلوم شد که وارد حیاط شدم. با ذوق و شوق با مادر و سرین از خونه خارج شدیم و روی ایوان ایستادیم. مادر بزرگ اشکین همراه با مادر و عمه ها و زن عموی اشکین و چند تا زن دیگه وارد خونه شدن و اومدن سمت ما. مادر بزرگ اشکین با سرده با من رفتار میکرد. بعد از حال احوال روبوسی روی ایوان ایستادیم. همش سرک میکشیدم تا اشکین رو ببینم. ولی نبود. بادم خالی شد. مشغول دیدن مردانی شدم که لباس محلی پوشیده بودن و هر کدوم یه خونچه روی سرشون گذاشته بودن. برام جالب بود و سر ذوق اومده بودم. ولی نگاه هم پی اشکین بود. سرین کنارم ایستاده بود. با ناراحتی گفتم: سرین، به نظر چرا اشکین نیستش؟ نمیبینمش. سرین هم متقابلا سرش رو دم گوشم آورد و گفت: همه دامادها این شب رو خونه عروس نمیان. فقط زنهای خانواده میان. گاهی هم چند تا مرد واسه آوردن خونچه. وگرنه بیشتر زنها خونچه رو میذارن روی سرشون. با ناراحتی گفتم: دیگه مراسم برام انقدر ذوق و شوق نداره. صدای سازها قطع شد. مادر گفت: بهتره بریم توی خونه. بفرمایید. رفتیم توی خونه. مثل سری قبل تانزر خاتون کنارم نشست. بعد عروس و دخترهاش و فامیلها. همه سعی داشتن ناراحتیشون رو پنهان کنن. از احوالات مادرم معلوم بود که حالش خوش نیست. خونچه ها رو یکی یکی آوردن و جلومون گذاشتن. ساناز عمه کوچیکه اشکیم بلند شده سمت خونچه ها رفت. از سمت راست شروع به برداشتن تور روی خونچه ها کرد. اولین تور رو که برداشت 2 تا کله قند بود همراه با توری که روی سر عروس میگیرن و یه پلاک و زنجیر طلا. ساناز پلاک و زنجیر طلا رو به دست تانزر خاتون داد. زنجیر رو به گردنم انداخت. همه زنها دست کل زدن. دلم گرفته بود. اشکی نبود. مامان جون هم کنارم نبود. ساناز یکی یکی تورها رو کنار زد. هر کدومشون چیزی بود. کیف، کفش، پارچه، روسری، طلا، لباس محلی، لوازم آرایشی. 2 تا خونچه از همه بزرگتر بود. تور روی اونا نباتی بود. سنگ دوزی شده بود. ساناز اونا رو بر نداشت. یکم که جو آروم شد، ساناز نشست و تانزر خاتون بلند شد و سمت اون 2 تا خونچه رفت. از خونچه اول یه لباس سفید رنگ بلند حریر در آورد با یه کت مخمل قرمز رنگ سنگدوزی شده. با تکبر لباس رو نشون داد و گفت: لباس عروس خان. قرار فردا بپوشه. شک کردم. اون لباس یه لباس محلی بود و من نمیخواستم و انتظار نداشتم که لباس محلی واسه مراسم عقدم بپوشم. حتی اون انتخابم نکرده بودم. انتظار یه لباس عروس مدر اسکارلتی خیلی قشنگ داشتم. ولی این لباس با تصورات من زمین تا آسمون فرق داشت. این لباس محلی با اینکه واقعا زیبا بود ولی بدجور توی ذوقم زد. امروز به جای اینکه همه چیز بر وفق مرادم باشه برعکس شده بود. اول نبودن مامان جون و بابا جون. بعد هم ندیدن اشکین و حالم لباس عروسم. با چهره‌ای در هم به لباس عروس محلی نگاه کردم. تانزر خاتون با ظرافت اونو توی خونچه گذاشت. رفت سمت خونچه دوم. توی خونچه دوم یه تاج طلایی رنگ بزرگ بود که یه تور قرمز سنگکاری شده بهش وصل بود. همراه با یه کمربند نسبتاً پهن طلایی رنگ. آخرش هم یه جفت کفش پاشنه بلند شیری. اینا زیاد خوشحالم نمی‌کرد. نوازنده ها توی حیاط شروع به نواختن کردن. مردا بیرون مشغول رقص محلی بودن و زنها داخل روبروی ما می‌رقصیدن و خوشحال نمی‌کردن. هیچ کس رو نمی‌شناختم. با اینکه مراسم من بود ولی انگار غریبم. دوست داشتم الان مامان جون و خاله و زنداییم و دختر خاله و اینا کنارم بودن. ولی هیچ کس نبود. توی ذوقم زده بودن. ساعت نزدیک 12 شب بود که تانزر خاتون دستور داد ساز رو قطع کنه. گفت: انشالله فردا صبح زنها برای آماده کردن عروس میان. ما رفع زحمت میکنیم تا عروس خوب بخوابه. باید استراحت کنه که برای فردا آماده باشه. بعد همه بلند شدن و ما هم به نشانه احترام رفتیم توی ایوان. بعد از اینکه رفتن در رو بستن همه نفس آسوده‌ای کشیدیم. احساس خفقان میکردم. طوری نگاه هم میکردن یا توی گوش هم حرف میزدن که انگار تالا یه آدم اینجوری ندیدم. نمیدونم. انگار لباسم براشون عجیب و غریب بود.
نمیدونم چرا اینطوری رفتار میکردم. رفتم سمت در حال که سرین به سرعت عقبم زد و خودش انداخت تو. طوری منو به عقب هل داد که چند قدم رفتم عقب. با تعجب نگاهش کردم. گفتم اینطوری نکن، گیس بریده، بلای سر اون بچه میاد. صدای داد مادرم از دم در اومد. با خنده نگاهش کردم. بابا و بابک کنارش بودم. مادرم به طرف پله ها آمد و پدرم و بابک مشغول جمع جور کردن حیاط شدن. رفتیم داخل. سرین پای خونچه ها نشسته بود و داشت یکی یکی نگاهشون میکرد. سرین با ذوق و شوق بچگونه محتوای خونچه ها رو میکشید بیرون و دوباره میذاشت سر جاشون. وقتی سرین سرش رو به طرفم برگردون، به راحتی حسرت و افسوس رو توی چشماش دیدم. دلم براش کباب شد. برای بخت سوختش که انگار هیچ راهی واسه ترمیمش نیست دلم سوخت. وقتی به خونچه‌ای رسید که تاج و کمربند طلا و کفشام توش بود، به راحتی دیدم که نفسش سنگین شد. اون لحظه دوست داشتم زمین و زمان رو به آتیش بکشم. پدرم، بابک، مادر، شوهرش و هر کس دیگه‌ای که حسرت این چیزا رو به دلش گذاشته بود رو دلم میخواست بکشم. مادرم پیش دستیاری رو جمع کرد. رفتم سمت سرین و به آغوشش کشیدم. گفتم اینجوری نکن خواهر عزیزم. اینا همه پیشکش یه تار موی تو. هر کدومو دوست داری واسه خودت بردار. این لباس محلیارم که واسه عروسی آوردن اصلا مال تو. من فقط میخوام کنار اشکیم باشم. اینا همش برای خودت. تو مدت 3 ماه گذشته علاقه زیادی به سرین پیدا کرده بودم. هم خیلی مهربون بود، هم آروم و خنده‌رو. مثل یه بچه 5 ساله دلش صاف و ساده بود. اون بهترین خواهر دنیا بود. اما زندگی و آیندهش اینجا تباه شده بود. با خنده و شوخی حواسش رو پرت کردم. انقدر گفتیم و خندیدیم که از دنیای اطرافمون غافل شدیم. صدای بابک ما رو به خودمون آورد. سرین دیر شده. حاضر شو بریم. فردا صبح با صدای حرف زدن سرین و مادرم بیدار شدم. با یادآوری امروز که روز عروسی خودم و اشکیم بود سر جام سیخ نشستم. سری بلند شدم و رفتم بیرون. بعد از صبحانه به کمک مادرم یه حمام حسابی رفتم. احساس می‌کردم دیگه پوستم کنده شده. مشغول خشک کردن موام بودم و بعد از اینکه تمام شد خواستم لباس مناسبی بپوشم که زنگ خورد. سری پیراهن مدل مردونه کرم رنگی رو پوشیدم و رفتم ببینم کیه. 2 تا خانم همراه مادرم وارد خونه شدن. از سر بعضشون معلوم بود شهریار. سلام کردیم. یکی از خانم‌ها که جوان‌تر بود اسمش ترانه بود. مشغول اصلاح صورتم شد. صورتم کمبو بود. انقدر درد داشت و جیغ کشیدم و تکون خوردم که دست آخر کلافه شد و یه نیشگاه از بازونم گرفت. گفت آروم بگیر دختر، خوب صورتت مو نداره. ساکت شدم. دوباره به کارش مشغول شد. سعی کردم کمتر جیغ بکشم. ولی این دفعه همینطور پشت سر هم از چشمام آب می اومد. بالاخره با هر دنگ و فنگی بود تموم شد و صورتم تماما سر شده بود. زن دیگه اسمش سنم بود. درست روبروم روی زمین نشسته بود. اونم رفت که موهامو درست کنه. بعد از اینکه صورتم تورمش کم شد، ترانه مشغول آرایشم شد. حسابی خسته شده بودم. بعد که ناهار خوردیم، بازم انگار گرسنم بود. ساعت 3 بود و تازه کارام تموم شده بود. خواستم بلند شم و خودم رو توی آینه ببینم که ترانه نذاشت. چشمم به سرین افتاد. مثل یه دختر بچه ملوس و مظلوم با حسرت نگاه می‌کرد. دلم گرفت. آروم به سمت ترانه رفتم. گفتم میشه خواهرمم درست کنید؟ هر چقدر پول بخواد بهتون میدم. ترانه لبخند زد. رفت سراغ سرین. سرین اول از ترس بابک قبول نمی‌کرد. ولی بالاخره به هر زور و ضربی بود رازیش کردیم و زیر دست ترانه نشست. چند بار خواستم از حواس پرتی ترانه استفاده کنم و خودم رو توی آینه ببینم. ولی هر دفعه مچمو گرفت. دست آخر هم روی آینه رو پوشوند از اتاق خارجش کرد. مثل بچه‌ها بغ کردم و نشستم. بالاخره کار سرین تموم شد. واقعا زیبا شده بود. اصلا با سرینی که میشناختم زمین تا آسمون فرق داشت. آرایش ساده‌اش خیلی به صورتش نشسته بود. رژ لب قرمزی که به لباش زده بودن خیلی چشمگیر و قشنگ بود. جلوه خاصی داشت. ترانه و سنم خونچه‌های دیشب رو آوردن تا لباسم رو کمکم کنن تا بپوشم.
لباس رو پوشیدم. زیرش یه دست لباس کاملا سفید حریر نیمه پف بود. یقش تقریباً هفتی بود و آستیناش حلقی. یه کت قرمز رنگ بلند همقد لباس سفید پوشیدم روش. از مخمل بود. لبه های کت همه سنگدوزی شده بود. زمینه پشت کت هم لوزی های کوچیک سنگدوزی داشت. آستیناش تا آرنج تنگ بود. بعد با پارچه حریر قرمز رنگ آزاد آویزون شده بود. لباس رو که پوشیدم به گفته ترانه دستم رو کمی از کمرم فاصله دادم. اونا کمربند طلا رو به کمرم بستن و محکم کردن. سنم خم شد و تاج طلایی و از خونچه در آورد. به تاج یه تور دله قرمز رنگ تمام سنگدوزی وصل بود. به گفته سنم کمی خم شدم تا تاج روی سرم بذاره. کارشون بالاخره تموم شد. اجازه دادم خودمو توی آینه ببینم. ترانه آینه رو آورد. چشمام رو بستم. چهرم به اصطلاح زنانه شده بود. آرایش ملیح و زیبایی داشتم. چشمام رو یه آرایش طلایی یا قهوه‌ای سوخته که توی انتهاش اونا رو تیره کرده بود و یه خط چشم باریک دنباله دار برام کشیده بود. رژگونه هلویی برام زده بود و یه رژ سرخ تیره. قیافم تغییر کرده بود. زیبا شده بودم. موهام فر درشت شده بود و آزاد روی شونه‌هام رها بود. تاجی که روی سرم بود خیلی قشنگ بود. وسطش یه سنگ یاقوت قرمز بود. با اون تاج بزرگ خودم روی ملکه دیدم. البته من امشب ملکه می شدم. ملکه یه خونه اشکین. مالک روح و جسم و قلبش. مالکش بودم. ولی حالا همه می دونستن که من عروس اشکینم و اشکین تمام و کمال مال منه. با صدای زنگ در به خودم اومدم. یه دفعه استرس گرفتم. سرین جلو اومد و دستم رو توی دستش گرفت و گفت اشکین باهاشون نیست. متعجب نگاهش کردم. گفتم یعنی چی؟ سرین گفت اشکین خونه خانه. فقط زنها اومدن. با راننده. میخوان به قول خودشون عروس خان رو ببرن. بازم خالی شد. بازم اشکین نبود. صدای وارد شدن زنها به خونه اومد. مادرم سری خودشو به من رسوند و توی گوشم گفت سروین جان رسیدیم اونجا تورتو بر نمیداری تا وقتی که بریم داخل و همه زن باشن. بعد وقتی داماد اومد باید تور روی صورتت باشه. سرتم بلند نمی کنی تا وقتی که خطبه عقد خونده بشه. گفتم مگه نذاش حرفمو کامل کنم. گفت دست من نیست عزیزم. تان زر خاتون گفته رسمشونه. گفته نمیخواد چیز غیر از این باشه. قبول کردم. بین همه زنها دنبال ماما جون میگشتم. نیومده بود. پدرم یا الله گویان اومد تو و اومد سمتم. دستش رو روی شونه هام گذاشت و سرمو بوسید. بعد تورم رو روی صورتم کشید. از زیر تور قرمز رنگ و سنگزی شده به سختی میتونستم بقیه جاها رو ببینم. زنی سمتم اومد. وقتی به من رسید متوجه شدم ساناز عمه اشکینه. دست گل قرمزی توی دستش بود. کمک کرد از خونه خارج بشم. از پله ها با اون لباس و توری که دیدم محدود شده بود. چند مرد توی حیاط بودن و دو هلو سرنا می‌زدن. لبخند از لبام پاک نمی‌شد چون میدونستم بابا جون توی شهر بهترین عروسی رو برام میگیره. دلم یه عروسی خوب می‌خواست. سوار ماشین شدم. خودش کنارم نشست. سرم رو زیر انداختم. ناراحت بودم که چرا بابا جون و مامان جون همراه خاله و داییام نیومده بودن. چرا اشکی نیومده بود. و خیلی چراهای دیگه که به ذهنم میرسید. از یه طرفم خوشحال بودم که به زودی همسر اشکی میشم. بالاخره ما داشتیم مال هم میشدیم. ماشین متوقف شد. سرم رو بلند کردم. یه خونه باغ بزرگ بود. زنها و مردها با لباسهای زیبای محلی دور تا دور ماشین حلقه زدن. دو هلو سرنا با صدای بلند نواخته میشد. بعضی از مردها جلوی ماشین میرقصیدن. مرتب لبخند به لبا می اومد. در سمت من باز شد و ساناز بود. نفهمیدم کی بود که من رو پیاده کرد. گفت بیا بریم تو. توی سالن بزرگ سفره عقد ساده و محلی چیده بودن و مبل 2 نفره بالای اون گذاشته بودن. خبری از میز و صندلی نبود. انگار بقیه میخواستن روی زمین بشینن. رفتن به سمت مبل. به کمک سرین تور را از روی صورتم برداشتن.
لبخندی زدم و زنها و دخترها جلو می‌رقصیدن. حدود 1 ساعتی بود که اومده بودیم. چند دقیقه‌ای بود که سنگینی نگاه کسی رو روی خودم حس کردم، ولی پیداش نمی‌کردم. دوباره چشم چرخوندم که دیدمش. سمت چپم جفت تازر خاتون نشسته بود. زنی میان سال زیبا که فخر و غرور از سر تا پاش میریخت. متوجه شد دارم نگاهش میکنم. بدون هیچ لبخندی کاملا خشک و سرد و بی‌روح به چشمام زل زد. بالاخره خودم خسته شدم و چشم ازش برداشتم. تصویرش توی ذهنم تداعی شد. زن میان سال زیبا با چشمای عسلی و ابروهای مشکی رنگ. صورت نسبتاً کشیده با دماغی کشیده که پایینش کمی بزرگ شده بود ولی به صورتش می اومد. لباسی از مخمل لخت به رنگ قرمز تیره پوشیده بود. موهای تقریباً بلندش رو جمع کرده بود. نگاه سردش آزارم میداد. دوست داشتم بدونم چه نسبتی با اشکین داره. با همه و صدای زنها سرم به طرفشون برگشت. صدای ساز قطع شد. مادرم همراه با چادری توری با گله برجسته سفید رنگ سمتم اومد. اول تور قرمز رنگم رو روی صورتم انداخت. بعد چادرم رو سرم کرد. با چادر خیلی سختم بود. به سختی سر جام نشستم. دیگه کاملا دیدم مختل شده بود. اگه این اولشه وای به حال آخرش. بعد از چند دقیقه صدای یا الله مرد بلند شد. به گفته مادرم حق بلند کردن سرم رو نداشتم ولی کو گوش شنوا. آروم سرم رو بلند کردم تا اشکین رو ببینم. ولی به لطف تور سنجوزی شده روی صورتم و چادر چیزی نمیدیدم. از شدت استرس و حرص دستم یخ کرده بود. گلم رو کنارم گذاشته بودم و همش دستم توی هم گره میشد. با فرو رفتن مبل متوجه نشستن اشکین شدم. با نشستنش انگار چیزی توی دلم فرو ریخت. سر تا پام یخ کرد. صداها رو میشنیدم ولی در کل نمیفهمیدم چی میگن. عرق سردی روی کمرم نشست. با قرار گرفتن قرآن روی پاهام توسط دسته مردونش یه لحظه از فکر خارج شدم. ولی تا عاقد شروع به خوندن کرد دوباره یه چیزی درونم فرو ریخت. چی متوجه نمی شدم. فقط به کلمات قرآن خیره شده بودم. اونم که به لطف تور چیزی نمی دیدم. نفس عمیقی کشیدم. ولی بازم فایده نداشت. از استرس دست و پاهام بی‌حس بودم. نمیدونم عادی بود یا نه. با تکون سرین که توی کنارم نشسته بود و گوشه چپ تورم رو بالا گرفته بود به خودم اومدم. آروم که فقط من بشنوم گفت ده بله رو بگو دیگه منتظر چی هستی؟ انگار تازه به هوش اومدم. گفتم با توکل بر خدا و با اجازه بابا جون و مامان جونم بله. با صدای بلم سالن به هوا رفت. از گفتم با اجازه بابا جون و مامان جون. چون اونا صاحب اختیار منن. تو اون همه شلوغی که به پا شده بود نمیشد صدای عاقل شنید. داشت از اشکین اجازه میگرفت. با صدای بله و کلفت مردونش شوک زده شدم. بعد از خونده شدن عقد و انجام امضاها عاقد و مردها رفتم بیرون.